سلام دوستان عزیز. طبق استوری که براتون در مورد زیرنگ گذاشته بودیم و ازمون خواسته بودید که در موردش توضیحاتی بهتون بدیم، امروز میخوایم در مورد زیرنگ باهاتون صحبت کنیم. زیرنگ همونطور که از اسمش پیداست برای زیرسازی استفاده میشه. مهمترین کاربردش برای سطوحی مثل گچ، کلاف، سیمان و چوب که به اصطلاح نقاشان تشنه است و نیاز به زیرسازی دارن. خصوصا برای سطوحی که خام هستن و تا به حال رنگ نشدن نیاز 100% به زیرنگ داره. زیرنگ در سازه نفوذ میکنه و اون رو اشباع میکنه، یعنی همونطور که بهتون گفتم تشنگی رو برطرف میکنه و استحکام سازه رو بالا میبره. به طور مثال گچکاران به خاطر اینکه سطح دیوار رو صیقلی کنن و انعطاف پذیری گچ و سرعت خشک شدن اون رو بالاتر ببرن، گچ رو کشته کشی میکنن که این امر باعث میشه که گچ یه پوکی خاصی داشته باشه. ویژگی که زیرنگ داره و اوستاکارا اون رو دوست دارن، رزین بالای این محصوله که برای رقیق کردن رنگ‌های اکریلیک ازش استفاده میکنن. تضمین شستشو و استحکام رنگ رو چند برابر میکنه. برای هممون پیش اومده که پس از دست کشیدن روی سطوحی که گچی هستن، مخصوصا خام، پس دادن گچ رو روی دست یا لباسامون دیده باشیم. زیرنگ پوکی سازه رو از بین میبره و باعث کاهش جذب رنگ میشه. برای همینه که قلم یا قلتک خیلی روون، همونطور که اوستاکارا دوست دارن، روی سازه عمل میکنه و مصرف رنگ رو پایین میاره. زیرنگ استحکام رنگ.